در تاجیکستان و جهان امروز 26 اکتبر چه میگذرد؟ من شعله گلخوجه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه حکومت وعده داده است که امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمی شود، هرچند بعضی ها اجرای این وعده را زیر سوال میبرند. یک گروهی از نفقه‌خوران خطلونی شکایت دارند که بخشی از نفقه آنها به دستشان نمیرسد. و دختران توجیک به ویژه آنهایی که دانشکدای اسلامی را ختم نمودند نمیتوانند شغل دلخواه پیدا کنند. کارخانه در سطرتون بگیرین میگن خیلی وجدان ما نمیشه. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته. شرکت برق توجیک اعلان کرد که زمستان امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمی شود. این نهاد میگوید بنیاد نیروگاه‌ها و مرکز برق و گرمیدهی امکان میدهد که ساکنان در فصل سرما به محدودیت برق بگیرند. هرچند شرکت برق توجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما کارشناسان میگویند در کشور هنوز پایگاه‌های 100% برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندارآمدند. Дополнительно никаких агрегатов нигде не вводится. در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو با یا نیروگاه به کار ندارآمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندارآید نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است. در این زمان از ساکنان تاجیکستان دعوت شده است که در استفاده نیروی برق صرفه‌کار باشند. تقریباً 2 سال اخیر در زمستان به جز از شهر دوشنبه اهالی مناطق دیگر کشور در یک شبانه روز همگی 5 و یا 6 ساعت برق می گرفتند. حدود 100 تن از افراد بازنشسته در ولایت خطلون شکایت دارند که نیم سال به این سو قسمی از نفقه آنها اختصار شده است. مقامات در پاسخ به مراجعت پی در پی بازنشسته ها گفتند در اختصار گشتن مبلغ نفقه آنها هیچ خلافکاری را آشکار نکردند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. ساکنی دهه دهنه شهر کلاب باید این گواهنامه را به نهاد حفظ اجتماعی پیشنهاد کنند تا پول نفقه‌شان را بگیرند. یک سال پس آدم را شما دادن انا بعد یک سال پس شما گردونید 80 90 دیگه 100 سومون میگرده اخر آدم. قریب 6 ماه است بیش از 30% نفقه این پیرانسالان را دولت نمیدهد. این نفقه خوران میگویند با وجود تک و دوشان به اداره های دولتی از آنها جواب قناعت بخش نگرفتند. همه قکی بچه‌ها داودام کن نشی نمیگم پای نمی. چی کار پیمانی است که سال کل نمیشوند. نمی خلق سرتون سرگرم کده داشتن. بر طبق فرمان پرزیدنت کشور از ماه یونی سال 2016 حد اقلی نفقه در تاجیکستان افزود. بحث اداره های دولتی با این ساکنان همین است که نفقه آنها نادرست باز حسابی شده است. این برای نفقه خوران مایه نگرانی و حیرت است. برای چی ارگانی بلویی دادم شتگین حاضر وزارت‌های بلویی داشتگین و همین کار اول تحصیل نکردن نگردوندن و داخل نکردن شو بگیم انا 20% نبرآوردن و حاضر کدوم رو یک سال دادن بعد با یک سال تو یک سال میگردونن. در یک نامه دادستانی به دعوای ساکنان توضیح داده است کسانی که تا ماه ایول سال 2016 کار کردند نفقه‌شان بر طبق مقررات باید زیاد نشود. بر طبق تدقیق این نهاد این نفقه خوران تا این سند در خواجگی‌های دهقانی عزا بودند. یک ماه گردونده بود. گو بابا خودت اشوب کشید است این ماهش از داده مکتب ماه دیگه در بیا میگیری. این اشتاشون ماهی که همه گردونده است سپرکام گردونداد بود سپرکارا بگی خیلی خوب میگه جو بریم انتری میگه همه دور میگه جو همه کمیدم کمی به فرمانی که میگه کار شما چی. شریف اسمانوف 40 سال در اداره جماعت کار کرد. گواهنامه هم پیشنهاد کرد که اعضای یگان خواجگی نبوده است. از روی ترتیب مقامات باید در مهلت نکم از 10 روز پیش قرار تغییر نفقه را به ساکنان بفرستد. ساکنان دهه دهنه تا حال ایضاح قانع کننده از نهاد نفقه ده نگرفتند. گردوندنش نکم 100 سوم گرفتم 140 سوم بود 50 سوم بود اینا گردوندنش 100 سوم این گروه ساکنان دهه دهنه تیز تیز در این خانه جمع می شوند تا قدم های بعدی خود را مصلحت کنند. اکمال ایجا که نشید من داودم میکنم من تا این ولی دارم دادر جون گفتم کن نه بچم 4 تا گودر داره این ولی چی باید او کچینه 26 ساله های این ولی در پر تنش کار نمیکنه اینم تری
رو می‌آوریم با موضوعهای بین‌المللی. 10 سال پیش در همین شب و روز روزنامه‌نگار قرغیز علیشیر سیپوف را بی‌رحمانه به قتل رساندند. او با رسانه‌های خارجی همکاری داشت و ناشر روزنامه‌ای بود که در آن وضع قرغیزستان و ازبکستان به باد انتقاد کشیده می‌شد. پیوندان روزنامه‌نگاری کشته شده میگویند تاکنون عاملان این کشتار بی‌جزا ماندند و آنها حتی نمی‌دانند که تفتیش حادثه تا به کجا رسیده است. 10 سال پیش خانواده زینب خان سیپوف ماتم زده شد. پسر ژورنالیست و 26 سالش را در شهر اوش هدف گرفتند. او از زخم تیر درگذشت. علیشیر سیپوف ازبک تبار برای رادیوی آزادی و صدای امریکا کار میکرد. روزنامه خودش را هم داشت که در قرغیزستان و ازبکستان میخواندند. همین دستمال ها روزی که تیر خورد در جیبش بودند. برای آن نگاه داشتم که بویش از یادم نرود. زینب خان اتاق پسرش را به آثارخانه تبدیل داده است. همین لباس های زیبا را روز مرگش پوشیده بود. همه جا پوری خون بود. لباسش را برای تشخیص بریدند. سیپوف اکثرا درباره گروه‌های اسلامی مخالفان در منطقه و درباره قتل تظاهرگران در اندیجان در سال 2005 می نوشت. او دفتر خردی را در این بنا اجاره گرفته بود و 200 متر دورتر از همین جا هدف تیر قرار گرفت. با گفته همکارش پیش از مرگ پریشان به نظر می رسید. می گفت که کسی از پیش است. گفت شاید کشور را ترک کنم. روزنامه را به تو می سپارم. باید چاپش ادامه یابد. ولی بعد مرگ روزنامه را بستند. قاتلش را هم نیافتند. برادرش شاهرخ سیپوف جای جنایت را نشان می دهد. یک مردی را با گناه قتل خبرنگار به زندان محکوم کردند ولی خویشاوندان مرگ گفتند که قاتل او نیست و حکم هم بی اعتبار شد. 2012 yılda eğer cinayet kayıt tergov جنایت سال 2012 آنها پرونده را دیگر باره باز کردند اما هیچ اطلاعی نه به ما نه به سازمان‌های بین‌المللی یا مطبوعات قرغیزستان ندادند. ما نمی‌دانیم واقعا تفتیش می‌کنند یا نه. هیچ قانونی بر معلومات هم yok, başka هم yok. دختر علیشیر وقتی مرگ او فقط 2 ماه داشت. حالا 10 ساله است. درباره پدرش فقط از اعضای خانواده میشنود. مادرم و بیبیم گفتند که پدرم ژورنالیست بود و آدمانی بد او را کشتند. من هم میخواستم ژورنالیست شوم ولی مادر و بیبیم گفتند که ژورنالیست نشوم. حالا میخواهم جراح شوم. زلیخا با عمکش برای زیارت گور پدر می رود. شاهرخ هم خبرنگار است و می خواهد به خاطر برادر جایزه برای خبرنگاران جوان تأسیس بدهد. به خاطر گرامی داشته یادی خبرنگاری جوانی که به کسبش صادق بود. برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهراً دانشکده اسلامی تاجیکستان به همین زودی ها به مؤسسه تبدیل خواهد یافت که در آن تنها پسران تحصیل میکنند. مسئولین این دانشگاه سبب چنین تصمیم را به جای کار پیدا نکردن دختران ربط میدهند. به گفته آنها دختران با دانش دینی مشغولیت نمییابند و هم نمیتوانند در مؤسسه های دولتی صاحب کار گردند. زیرا پوشیدن روسری اجازه دادن نمیشود. سروین زیرو هولو موضوع را تحقیق کرد. снору оева 7 сол пеш донишкадаи исломӣ факултаи улуми қуръониро хатм намуда то ҳол аз рӯи ихтисосаш кор пайдо накардааст. бисёр ҳамин дугонаҳои ма ки ҳам хатим хондагиам хонашина. одатан мардҳое ки ин донишкадаро хатм мекунанд бештар мақоми рӯҳонии расмиро мегиранд ва ба хатибӣ ва имоматии масоҷид интихоб мешаванд. зани мусалмон дар тоҷикистон наметавонад вазифаеро ки мард дар масоҷид дорад ифо кунад. бинобар он ба тадриси хати ниёгон яъне форсӣ дар макотиби миёна машғул мешуданд. ҳусноро забони арабӣ ва англисиро медонад, аз компютер бохабар аст ва мехоҳад дар идораҳои давлатӣ кор кунад. корхона дар сатртона бигирен мегӯянд, хеле виҷдонмон намешава. мисол дар корхона ҳам мардои номаҳрам ҳастай. мо наметонем хай гирифтан дар мо мушкила. خیلی عذاب میکشیم، عذاب وجدان میکشیم که خیال میکنیم که اعضای بدن ما در همه نمایش دیگه همین ماده مشکل میکنه.
برخی از جامعه شناسان بر این نظرند که نرفتن دختران به دانشگاه اسلامی به تشدید نظارت فضای اعتقاد از طرف دولت وابستگی دارد. و دیگر امروز برای یک زن، مادر و خواهر مسلمان تاجیک من نمیدونم که دیگر از کجا دانشگاه اسلامیش زیاد میکند. اگر همین روند با همین تیزی ادامه یابد، بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد که در کتاب‌ها می‌خوانیم که سال‌های 70 شوروی همین گونه یک فضا حکم فرما بود. در دانشکده اسلامی به رادیو آزادی گفتند آمدن دخترها به این مؤسسه اولی را کسی منع نکرده است، بلکه این به حقوق انتخاب خود دخترها ربط میگیرد که تقاضای وقت است. واسه به انتخاب خود دختر خانم هاست که اگر انتخاب کنند و ببینند که در فعالیت آینده آنها، در زندگی آینده آنها چنین اختصاص، چنین کسب ضرورت داشته باشد، حتما باز ما مراجعت میکنیم. مسئولین میگویند در 2 سال اخیر دختران از دانشگاه اسلامی به مؤسسه‌های دیگری اولی میگذرند که به قبلشان شماره قابل توجه است. دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما، سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دخترها توجه نموده ایستادند و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسد. دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است، تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک‌های مالی کشور و سازمان‌های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد. و یک ورزشکار توجیک اخیراً در سبقت جهانی اوید به زیودو جایزه امروز صاحب شد. هرچند سامان محمدبеков سالهاست در روسیه زندگی و تمرین دارد، ولی میگوید همیشه در مسابقه های ورزشی تاجیکستان را نمایندگی میکند. بعد پیروزی نوبتی این ورزشکار به دوشنبه آمد و به گفته همکاران ما او را با تنتنه پیشواز گرفتند. برای سامان محمدبekov ورزشکار 18 ساله استقبال امروز غیر چشمداش بود. سامان 5 سال اخیر در سبقت‌های بین المللی آید به جودو از نام تاجیکستان برآمد کند هم بار اول بعد رسیدن به بلاغت به تاجیکستان آمد. من خورسندم که توانستم جایزه را به دست آورم. با این کار می شود نشان داد که دیگر جوانان تاجیک هم می توانند در عرصه جهان صاحب چنین جایزه شوند. همه چی امکان دارد. من برای آن به وطن برگشتم که می‌خواستم که دوشنبه امروزه را ببینم. او 10 سال است که در ولایت ایرکوتسک روسیه تحصیل و زندگی و در مکتب جودوی شهر ایرکوتسک تمرین می‌کند. بعد بردن نشان برنجی جام قهرمانی جودو در خرواتیا، همکنون به دوشنبه برای عیادت نزدیکانش آمده است. برای وطنش اومد که مثلا امروزه صاحب مثلا تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملتش بردارد و از طرف خود مثلا کمیته خود جوانان و سیاح این سپورت هم دعوت شده بود و کماند تیم تاجیکستان بود و این برای من هم بسیار خوشبختی است که فرزند وطنم. Representing Tajikistan, سامان محمدبekov 19 اکتبر سال جاری در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر زاگرب خرواتیا جریان گرفت به مقام سوم و مدال برنجی مشرف شد. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری شما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد و اگر شما نیز خبر و نواری دارید به ما بفرستید. روزی خوش و خدا نگهداری هر یک شما.